من وقتی که مراجعه‌نامه سپردم 21 ایول 2018 بود. 23 ایول بعد 2 روز همین گروه کوریو سر دادن در کوچه ها. شهلا از فعالان جمعیتی است که نتوانست آزار لفظی و تعقیبات جنسی مردم را در کوچه و خیابان‌های دوشنبه طاقت کند. از مراجعت او به مقامات شهر قریب 2 ماه می‌گذرد و با طرفدارانش کوچه های دوشنبه را می‌سنجد. 5 دختر من جواب کردم در همین کار راستی گپ. مردهای ما دور یک طرف میگردن، جوانان دست و پوچه شدیم، گفتیم که کنی بینیم یگون رنگ پیشتر نه نخسر. شهلا میگوید مردها خانم‌ها را در کوچه های شهر سخن‌های بی‌شرمانه میگفتند و گاهی هم به بدنشان دست میزدند. 1 ماه پیش یک گروه زنان فعال از مقامات خواستند به بی‌اخلاقی مردها خاتمه بخشد. داخلی نه گفتاری بود. فقط همین که دست رسانی نبود. مقامات گفتند گروه کوری با 2700 کامera رفتاری مردها را در شهر زیر نظر خواهد داشت. عکس مجرمین و جریان اجرای کارهای اصلاحی آنها را رسانه‌ای می‌کند و این بی تاثیر نیست. بعدی تلقه کفان میترسن که از bez جای قانون برآمده میبرن پول میشو کامیرا میکنن اشتراف. حکیم شاه میگوید دختران با جرأت شدند و ضمن لقمه پرتایی یا رفتارهای ناجا عکس العمل نشان میدهند. اون روز نمو یاد بچه با چی بودن ماشین رنج روور بودن دختره که همین گپای دغنانو گفتن دختره گروه تلفن نمره هم ماشین است گرفتن را که گرفتن بچه. با وجود آنکه گویا وضع بهتر شده است، تلاش‌ها در اصلاح وضع و رفع بد باید جدی‌تر راه اندازی شود. جزای وطن دادن در کل برای که بس نکنند. بچه‌ها تا های زیر گپ میگذارم نگاه میکنن گپای بیزه میکنن حق خورد میتین طرف منبع من هیچی گفتن نمیتونم برای که من میترسم که یگان نزند یگان چی نکند. با جنین زین میگوید اگر لباسی کمی کشوده و زمانوی بپوشد باران سخن‌های هر خیله به سویش میبرد که آزار دهنده اند. اول میخواستم که میلیسا خودش خالی نباشد برای که میلیسا خودشون گپ میپرتویند. اون روز میلیسا گذاشت پیشم من با گپ گفته گذاشت من نکردم ریاگیری نکردم. مردها میگویند گاه زنها از وضع کنونی سوء استفاده میکنند. برای بچه‌ها کرونا برو وردین بچه برای دخترانای برورن یک زناکو شوهر کیم کی میبرن و وارکه موجشته مورج دیوات میکنن زاچ راست از کنی که برای بچه‌ها برو وردین برای دختران توش برورن. مقامات تاجیک میگوید مراجعت زنان در خصوص بداخلاقی و حمله‌های لفظی مردان بیشتر شده است. بانوان تصویر مردهای بداخلاق را در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر می‌کنند که به پلیس کمک می‌شود. به قول آنها زنان تاجیک روز به روز با جرأت‌تر می‌شوند.